سلام علیکم، وقتون بخیر، خسته نباشید. خب امروز میخوایم درباره مدولاسیون افسکا برای ارسال صوت صحبت کنیم. خب من راستش رو بخواید قبلش پیاده سازی کردم کارو، بخاطر برای اینکه وقت ویدیو طولانی نشه. ابتدا یک فایل ویو، حالا هرچی که خودتون دلتون میخواد دانلود میکنید و به عنوان فایل سورس استفاده میکنید. من فرکانسم صوتم 48 کیلوهرتز و تقریبا بیشتر صوت‌ها 48 کیلوهرتز در حال حاضر. بعد CVSD انکودر چیه؟ در اصل موج صوتی آنالوگه. خب حالا توی محیط در چی بهش میگن در اصل، ولی خب همینطور که میدونید کل سیگنال ها توی چی بهش میگن توی کل لپتاپ و اینا دیجیتاله، اما خب چون سطوح داره بهش میگیم آنالوگ. این مثلا 48 کیلوهرتز. بعد من میخوام اینو تبدیل به دیجیتال کنم. خب من تقریبا برای اینکه اینو تبدیل به دیجیتال کنم، وقتی ریسمپلمو مساوی 8 قرار دادم، یعنی 8 تا سطوح کوانتیزه قرار دادم. یعنی هر مثلا فکر کنید این ممکنه مثلا صداست دیگه، درسته؟ مثلا مقدارش 126 باشه، 800 کوانتیزه کنم یعنی چی میشه؟ مثلا 2 به توان 8 میشه 256. خب یعنی مثلا اگه بین مثلا چی بهش میگن مثلا 128 129 باشه، میشه 0 7 و 1 مثلا. خب به این صورت. بعد اومدم دادامو آنپک کردم تا بتونم بدمش به اینکه داد به این صورت که صفرها رو به منفی 1 تبدیل کنم و 1 ها رو به مثبت، یعنی همون خودش باشه. آنپکت کابیت هم به این صورته که فکر کنید یک بایتی داریم که از 8 بیت با ارزش تشکیل شده، تبدیلش میکنیم به 8 بایت با هر کدوم 1 بیت با ارزش دارن. یعنی چی؟ یعنی 7 بیتشون همیشه صفرن، 1 بیتشون یا ممکنه صفر باشه یا ممکنه 1 باشه. بعد نکنید وقتی که من ریسمپلمو 8 قرار میدم، این چون 48 کیلوهرتز نرخ نمره داریم 8 برابر میشه، به خاطر همین اینجا نشان 384 کیلوهرتز. بعد به خاطر الان فرکانسی ماجولیشن مدولاسیون افسکا رو انجام میده. خب مقدارش رو توسط متغیری به نام سنسیتیویتی انتخاب کردم که میام اینجا و مقدارش به این صورت انتخاب میشه. فرکانسی دیوییشن رو من در حال حاضر مساوی با 50 کیلوهرتز قرار دادم، نسبت به نرخ نموداری 384 کیلوهرتز خوبه، مناسبه. خب و به این صورت دیگه. پس نرخ نمونه برداری من 384 کیلوهرتزه، ولی چون هک آر افی که من دارم، شاید مثلا شما معمولا بعد بیشتر، حالا لپتاپ من اونجوریه، بعضی وقتا میبینید به برنامه گنرادی که شما نصب دارید مربوط میشه به نظرم. مثلا نرخ نمونه برداری من 1 مگاهرتزه یا 2 مگاهرتز یا 3 مگاهرتز یا 4 مگاهرتز یا 5 مگاهرتز حتما باید انتخاب شه. یک مثلا 900 مگاهرتز نمیتونیم انتخاب کنیم، ببخشید مثلا 900 کیلوهرتز نباید نرخ نمره برداری من باشه، حتما باید یا 1 مگاهرتز یا ضریبی از 1 مگاهرتز باشه. خب به خاطر همین من از رشنال ریسمپلر استفاده کردم که تبدیل کنم نرخ نمره برداریمو به 1 مگاهرتز. رشنال ریسمپلر هم چیه؟ من نرخ نمره برداری رو ضرب در 125 کردم تقسیم بر 48 کیلوهرتز. چرا؟ چون میتونستم ضرب در اعشاری هم بکنم و مقدار اعشاری این، اما تو رشنال ریسمپلر مقدار اعشاری قبول نمیکنه. خب و سپس سیگنال رو ارسال کردم. این مولتی کانستنت هم برای اینه که شما داده هایی که ارسال میکنید باید حتما بین یا بین منفی تا 1 باشه. اگه هم بیشتر از 1 باشه هکارفتون به اشباع میره. حالا من بین منفی و 1 بود، اما خب برای اینکه چی بهش میگن برای اینکه اتفاقی نیفته مثلا این مقدار رو انتخاب کردم. خب بعد تو گیرنده ابتدا اومدم از یک
AGC استفاده کردم. یعنی چی؟ برای چی این کارو کردم؟ برای اتوماتیک گین کنترله. ما یه چیزی به نام فرکانسی سلکتیو، من برای حل این مشکل این کارو کردم، به این صورته که فرکانسی سلکتیو مثلا فکر کنید شما 1 مگاهرتز 20 دی بی تضریف میشه، 1.1 مگاهرتز 21 دی بی تضریف میشه. این میاد مثلا یه نورمالیزه میکنه این تضعیف ها و تقویت ها رو. بعد دلیلی که من این بلوک ها رو استفاده کردم قبلا توی یک بیان کرده بودم توی یک فیلم دیگه که ویدیوی دیگه. من میخوام آفست فرکانسی رو حذف کنم، از این بلوک ها استفاده کردم و در خروجی این بلوک یعنی پراپ سیگنال آفست فرکانسی رو به دست میارم. خب بعد وقتی که آفست فرکانسی رو به دست آوردم میام اینجا میگم فرکانسی دیوییشن منهای فرکانسی سینک، یعنی اون آفست فرکانسی رو حذف کن. بعد از یک لو پس فیلتر استفاده کردم، چون من چی بهش میگن انحراف فرکانسی 50 کیلوهرتزه، من کاتافمو 75 کیلوهرتز قرار دادم. بعد البته یه رنج هم قرار دادم که میدونم در حین انجام برنامه اون رو تغییر بدم و حالا خروجی خواهید دید. کوادرچر دمودولاسیون هم عکس فرکانسی مودولیشنه که مقدارش به این صورت انتخاب میشه. و از فرکانسی کلاک ریکاوری هم برای اینکه آفست فرکانسی اینا رو آفست کلاک و اینا رو حذف کنم استفاده کردم. و در نهایت همون عکس کارهای بالا رو انجام دادم و سیگنال صدا رو پخش کردم. خب حالا من پلی رو میزنم. نگاه کنید وقتی که من لو تصویر رو کم میکنم صدا تقویت تر میشه. خب این دیتای صفر. خب بعد و به این صورت فرکانسی هم میتونید اینجا تغییر نکنید. چرا یه دفعه چیز قرار من 87 کیلوهرتز 83 کیلوهرتز رو بس بیدن 75 کیلوهرتز مثلا من باید این شرایط قرار بدم که صدای فش حذف بشه. خسته نباشید، خیلی ممنون، تشکر.